ассалому алайкум шунавандаҳои гиромӣ. гуфторамонро аз силсилаи хониши адабӣ оғоз менамоем. ба таваҷҷӯҳи шумо китоби якуми асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои муаззами миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон забони миллат ҳастии миллат таҳти унвони ба сӯи пояндагӣ дар қироати корманди шоистаи Тоҷикистон Ализода Абдурашид Хоҷамқул. гуфтори нӯҳум. اثر پیشوای ملت امامعلی رحمان زبان ملت هستی ملت کتاب ارزشمندی دارای خصوصیت انسیکلوپدی بوده. از روی خصلت، موضوع، محتوا، روش تحقیق، نوگانی، در برگیری مواد، دسته‌بندی تاریخ تشکل، ساخت دستوری زبان تاجیکی، ارزیابی کلی مسائل زبان و ادبیات، دستاورد بی‌نظیر، تحقیقات پرارزش و صحیفه تازه در علم زبانشناسی زمان استقلال محسوب می‌گردد. نام این زبان که به نام کتاب اویستا منسوب است، در متن تا به زمان ما رسیده این کتاب یاد نشده است. نام اویستا همچون مجموعی آثار دینی به تمام متنها و بخشهای شامل این یادگاری به زمان ساسانیان مربوط بوده. شکل لهجوی آن اپستک بعداً ابستگ است، با اختصاری آواز گ در آخر. پس از صداناک این نام در آثار تاجیکی دوره نو به شکل اویستا و در زبانهای اروپایی باری نخست در کتاب انکیت دیوپیران در شکل اویستا برای جهان غرب معرفی گردید. بنابر عقیده دانشمندان منسوبیت این زبان مثل سرزمین‌ها و کشورهای مردمان آریایی شرقی به شرق آریان ارتباط می‌گیرد. همچنان که از مقایسه زبان‌های اوستایی، هندی باستان و فارسی باستان برمی آید، تفاوت‌ها میان زبان اوستایی و فارسی باستان از تفاوت‌ها میان زبان هندی باستان ویدا و زبان اوستایی بیشتر بوده است. از این رو بخش‌های کهن اوستا از نگاه جغرافی و تاریخی به شرق آریان و زبان‌های شرقی آریایی ارتباط می‌گیرد. همچنان که محققان زبان اوستایی از راه مقایسه با زبان هندی باستان در بخش‌های صوتیات و گراماتیک معین کرده اند، ساخت گراماتیکی زبان اوستایی به خصوص بخش گاتها مثل زبان ویدهای سانسکریت مخصوصیت‌های کهن خود را بسیار برجسته حفظ کرده است. از این رو دانشمندان در شناخت زبان اوستایی و آموزش آن زبان سانسکریت را بیشتر مورد مقایسه و استفاده قرار دادند. مقایسه گاتهای اوستا و ویدهای سانسکریت رابطه بسیار نزدیکی این دو شاخه زبان مشترک آریایی باستان را در بخش همگونی‌های لغوی و گراماتیکی به طور دقیق پس از جدایی و فاصله گیری این زبان‌ها بار دیگر از نگاه علمی ثابت می‌سازد.
محققان زبانهای هند و ایرانی از راه مقایسه های تاریخی این آثار به این نتیجه رسیدند که میان ریگویدا و اوستا عمومیت های زبانی از عمومیت های دینی و اساطیری بیشتر است. یکی از مخصوصیت های متن اوستا بنابر خلاصه ها و نتیجه گیری های محققان در آن است که بخش های جداگانه این یادگار نه در یک مکان و یک زمان بلکه در دورانی گوناگون و سرزمین های گوناگون ایجاد شده اند. پس با همین دلیل بخش های اوستا دارای ویژگی های زبانی بوده که این ویژگی ها همچون تفاوت های لهجوی معنی داد می شوند. برخی از مخصوصیت های زبانی اوستا لهجه گاتها دلیل ارتباط آن با زبانهای باستانی آسیای میانه از جمله سغدی و خوارزمی می باشد. اوستای کهن تا زمان کتابت مرحله های گوناگون را سپری نموده است. همین طریق هم بخش های کهن اوستا و هم اوستای پسین و یا خورد اوستا تا زمان کتابت از چندین مرحله گذشته و تغییرات و تحولات آوایی دچار آمده اند که این همه در متن دوران ساسانی و دستنویس‌های بعدی درج گردیده است. بیشتر عنصرهای لهجوی و یا لهجه دبیران نسخه برداران در دستنویس‌های عصرهای 9-10 میلادی در غرب ایران به مشاهده می رسد. این دستنویس‌ها اساس متن کنونی اوستا و نسخه های آن محسوب می گردند. پس از زمانی طولانی طی هزار سالها از نسل به نسل ادامه یافتن اوستا در سنت گفتاری در شرق آریا و انتقال آن به غرب ایران زمین، این گنج بی‌نظیر همچون آثاری مقدس با ابتکار دانشمندان دوران ساسانیان گردآوری شده بر اساس الفبای اوستایی که بنیاد آن الفبای پهلوی می باشد تهیه گردیده بود. چنان که محققان زبان اوستایی بارها ذکر نموده اند، این الفبا هر یک آواز اوستایی را به طرز دقیق مثل آوان نوشتی معاصری بین المللی درج می نماید. همین طریق از جانب دستوران ورزیده زردشتی در دوران ساسانیان چنین یک الفبای در اساس تلفظ منطقه غرب ایران به خصوص ولایت فارس ایجاد کرده شد و کتاب اوستا در 21 بخش نسک، گردآوری و تنظیم گردید. چنان که بایس تذکر می دهد نسخه های اوستای بزرگ زمان ساسانیان در 21 کتاب برای دستوران و موبدان به ولایت های پارس، ماد، پارت و سیستان فرستاده شده. هر کدام از این نسخه ها در آتشکده های این مناطق برای آموزش نگهداری می گردید. اوستا پس از آن که به حکم زبانی متروک وارد شد، در همان مقام زبانی مقدس و زبانی دینی زردشتی، دینی دولتی ساسانیان از نخست وطن آریایی ها در این قسمت ایران زمین مورد استفاده قرار گرفت. ارزش زبان اوستایی همچون نمونه زبان آریایی باستان نه تنها در شناخت تاریخ زبانهای ایرانی معاصر بلکه یک جا با زبان ویدا
در بازسازی و دریافت نخست زبان هندو اروپایی نیز از منبع‌های مهم اعتراف گردیده است. همین طریق این یادگاری مهم و ارزشمند مردمان آریایی پس از نشر ترجمه فرانسوی آن از جانب انکیتیل دیوپیران در سال 1771 دسترس محققان شده تا به امروز به زبانهای گوناگون ترجمه شده است. چنانکه محققان ارزیابی کرده اند، اوستا نادرترین و مهمترین منبع از تاریخ و روزگار و سنت و آیین مردمان آریایی ایرانی و کهن‌ترین نمونه و سرچشمه زبان این قوم‌ها در عهد باستان محسوب می شود. باید گفت که متن اوستا نه تنها مجموعی مقررات و فرایض دینی، اخلاقی و حقوقی و فلسفی و اساطیری را فرا می‌گیرد، بلکه آن یکی از منبع‌های مهم درباره جغرافیا، زمین و کیهان، شناخت جهان، طب و غیره می باشد. به عباره دیگر اصطلاحات فراوان از زمان باستان و یا عهد اوستایی محض توسط این زبان همچون یادگاری گذشتگان تا زمان ما محفوظ مانده است. درباره اوستایی تا دوران اسکندر مقدونی در برخی از آثار پهلوی روایت‌های موجودند که آنها در مورد کتابت اوستا و یا متن آن در الفبای آرامی اشارت می‌کنند. مطابق چند روایت پهلوی از کتاب دینکارت و متن شهرستان‌های ایران شهر که بیشتری محققان به آنها اشاره کرده اند، متن اوستا در زمان هخامنشیان در 1200 فرگرد فصل در الفبای دیندبیری در تخته‌های زرین همچنین پوستی گاو نوشته و در آن آتشکده نهاده شد. پس اسکندر مقدونی آن را سوزاند و به دریا افکند. از این روایت ها و چند روایت دیگری آثار پهلوی چنین برمی آید که سنت زردشتی دوران ساسانی به نسخه عهد هخامنشی باور داشته است و از این اعمال اسکندر در محو متن اوستا به نفرین یاد کرده است. برخی از محققان بر این نظرند که پس از زمان اسکندر مقدونی متن اوستا در زمان اشکانیان از جانب ولخش ولگیز یکم سالهای 51-78 میلادی دوباره گردآوری و کتابت گردید. این نظر بنابر نوشته چند از محققان می تواند واقعیت تاریخی داشته باشد، زیرا الفبای آرامی شاهنشاهی از دوران هخامنشیان در نوشت آثار زبانهای ایرانی به کار رفته. این سنت خطی می توانست در نوشتن متن اوستا نیز استفاده شود. در این یادگاری پراکنده در زمان ساسانیان عصرهای 3-7 میلاد با فرمان اردشیر یکم 226-240 میلاد شاه ساسانی گردآوری نمی شد، در مورد سرنوشت بعدی آن در سنت شفاهی چیز نمی توان قضاوت کرد. همچنان که می دانیم با انتقال اوستای شفاهی
از شرق به غرب ایران زمین با گذشت زمان، زبان و سنت اوستایی در سرزمین‌های نخستین مردمان آریایی فراموش و قطع گردید و زبان اوستایی همچون زبانی متروک در سنت گفتاری دستوران و موبدان اشکانی و بعداً ساسانی محفوظ ماند. در زمان شاپور یکم 240-272 میلاد و شاهان دیگری ساسانی نیز اوستا و بخش‌های آن گردآوری شده، همزمان شرح پهلوی بخش‌های جداگانه آن نیز تهیه گردید. همین طریق باری نخست اوستا در شکل خطی در الفبای مخصوص ارزی وجود نمود. بنابر کتابی پهلوی دین کرد عصر 9 میلادی که از معتمدترین منبع در تفسیر اوستا و احکام و آیین دینی مزدا پرستی است، از 21 کتابی نسکی اوستا یاد می شود. این 21 کتاب در نوبت خود با نامهای پهلوی به 3 قسم بخش می گردد که آنها از گاتها، سروده‌های دینی زردشت، بخشی حاتق مانسریک، قانونها و احکام دینی و داتیک، فقه و احکام و آداب عبارتند. بعداً سرنوشت آن همه 21 کتاب اوستا در طی رویدادهای تاریخ معلوم نیست و آنچه از این کتاب مقدس محفوظ مانده است 5 بخش آن است که دسترس ما گردیدند. باید تذکر داد که همه بخش‌های اوستایی کنونی از عصر 18 تا امروز از جانب زبانشناسان ورزیده جهان مورد آموزش قرار گرفته، در این سمت با استفاده اصول مقایسوی تاریخی آموزش زبانها کامیابی خوب علمی به دست آمده است. مهمتر از همه برای تاریخ دور زبان تاجیکی فارسی، دوره اوستایی یکی از دوره‌های بنیادی در شناخت مرحله زبان مشترک آریایی ایرانی و یا ایرانی باستان تا دوره پیدایش خط و الفبا محسوب می شود. با وجود آنکه زبان اوستایی و یا متن اوستایی کنونی در زمان ساسانیان کتابت شده است، اما خود این زبان از طریق سنت شفاهی همچون نمونه یک زبان آریایی باستان تا زمان ما محفوظ مانده است. زبان مادی. زبان مادی و منطقه گسترش آن با قلمرو پهنشوی قبیله‌های ایرانی مادها و تأسیس دولت پرقدرت و توانای ماد ارتباط دارد. بر اساس منابع خطی آشوری، محققان گسترش قبیله‌های آریایی ایرانی را به قسمت‌های غربی ایرانی کنونی و قرن‌های اول 1000 ساله یکی پیش از میلاد تخمین کردند. در کتیبه‌های آشوری سال 835 پیش از میلاد درباره مادها، مادای، فارسی باستان ماده
و سال 843 پیش از میلاد درباره کشوری پرسوا سخن رفته است که این نخستین معلومات آثار تاریخی در مورد پارس ها می باشد. بعداً از نام این مردمان نام ولایت پرسواش در کتیبه های فارسی باستان پرسه به وجود آمد. در هر صورت می توان تخمین کرد که هنوز در عصرهای 7-6 پیش از میلاد امکان دارد از این هم پیشتر زبان و گفتار آریایی ایرانی، زبان مردمی ماد و پارس تا ساحل‌های خلیج فارس انتشار یافته باشد. این دو زبان آریایی باستان بعداً همچون زبان‌های رسمی دو دولت بزرگ ماد و پارس قرار گرفتند. زبان مردم ماد و در اصطلاح اروپایی زبان میدی که در عهد باستان در قسمت شمال غربی ایران انتشار گردیده بود، در زمان دولتداری ماد عصرهای 8-7 تا میلاد در مقام زبان دولتی قرار داشت. این زبان اصلا در مرکز ماد شهر اکباتان همدان تشکل پیدا کرد. از زبان مردمان ماد تا به حال نمونه آثار دسترس نشده است، اما نمونه های جالب از زبان مادی در آثار یونانی، فارسی باستان، بابلی و ایلمی محفوظ می باشند که این همه در شناخت مخصوصیت های زبان مادی همچون لهجه شمال غربی در برابر زبان فارسی باستان و یا لهجه جنوب غربی بسیار مهم ارزیابی می شود. نام زبان مادی مثل اصطلاح فارسی باستان و اوستایی شرطی می باشد. زبان فارسی باستان زبان فارسی باستان که داریوش کبیر در سنگ نوشته بی ستون نزدیکی کرمانشاه آن را با نام آریایی یاد کرده است، بنابر اعتراف محققان زبانشناس از جمله آن زبانی است که به تاریخ دیرینه زبان ما ارتباط مستقیم دارد. این زبان دارای خط و الفبا بوده که سنگ نوشته های شاهان هخامنشی دلیل چگونگی ساختار و لغات این زبان در عهد باستان می باشد. بیشتر این سنگ نوشته های میخی به دوره حکمرانی داریوش یک سالهای 521 486 تا میلاد و پسر او خشایارشا کسرکس در نوشت یونانی سالهای 486 465 تا میلاد متعلقند. کتیبه های دوران هخامنشی در پایتخت های این شاهنشاهی و مناطق گوناگون پارس، ایلم و ماد در روی سنگ های برای کندکاری آماده شده کمر کوه‌ها، آرامگاه های شاهان، دیوارهای، ستونهای، کاخها و آلات و ظروف فلزی، سنگی و غیره نوشته شده‌اند. از مهمترین کتیبه های شاهان هخامنشی سنگ نوشته های داریوش یک در کوه بیستون، تخت جمشید، نقش رستم، سوز، الوند و همدان محسوب می شوند. در این سنگ نوشته ها یکی از لهجه های ولایت فارس انعکاس یافته است که در علم زبانشناسی شرطاً آن را زبان فارسی باستان نامگذاری کردند.
دوره باستانی تاریخ زبان تاجیکی فارسی به طور مستقیم زبان دوران هخامنشیان به شمار می رود. این زبان که در اصطلاح علمی با نام فارسی باستان معلوم است، در آثار شاهان هخامنشی با خط میخی تحت عنوان آریایی آریا یاد شده است. نام مذکور در کتیبه های داریوش یک 521-486 پیش از میلاد، در نقش رستم و سوز و کتیبه خشایارشا 486-465 پیش از میلاد، پسری داریوش یک همچون نام نژادی این مردمان، و در کتیبه داریوش یک در 20 ستون، ستون 4 سطرهای 88-90 همچون نام زبان این نوشته ها یعنی فارسی باستان معرفی شده است که اصل آن در آوانوشت بر رسم الخط لاتین چنین است: شاه داریوش گوید به خواست اهورامزدا این نوشته من است که من کردم. همچنین به زبان آریایی بود، هم در لوح هم در چرم نگاشته شد. از این نوشته داریوش یک چنین برمی آید که آن زبان که امروز با نام فارسی باستان خوانده می شود، در اصل در زمان هخامنشیان نه به نام سرزمین و یا ولایت پارس فارس، بلکه با نام قوم آریایی خوانده می شده است. چنان که در بالا گفتیم، نام آریا همچون نام زبان در یک کتیبه باختری از رباطک در افغانستان در ارتباط به زبان باختری نیز به کار رفته است. باید تذکر داد که این زبان که در عهد هخامنشیان با نام آریایی خوانده می شد، اکنون در زمان ساسانیان عصرهای 3-7 میلاد با نام ولایت پارس همچون پارسی معرفی شد که بعداً شکل معرب آن فارسی این اصطلاح را عوض نمود. همان طوری که در بالا یاد شد، اصطلاح آریایی همچون نام زبان در ارتباط به زبان باختری در شرق آریا و یا باختر مورد استفاده بوده است. از این دلیل تاریخی چنین برمی آید که نام نخست زبان مردمان آریایی و یا زبان مشترک آریایی در 1000 سالهای پیش از میلاد با نام آریایی معروف بوده است. شما گفتار نهم را از روی کتاب یکم اساسگذار صلح و وحدت ملی، پیشوای معظم ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان، زبان ملت هستی ملت تحت عنوان به سوی پایندگی در قرائت کارمند شایسته تاجیکستان علیزاده عبدالرشید خوجمپول شنیدید. کارگردان شیرعلی نغزلی، صدابردار نگینه خیرالله. پایان گفتار از سلسله خوانش ادبی.